قیل لعلی بن الحسین علیه السلام کیف اصبحت یا ابن رسول الله. گفته شد به حضرت یا ابن رسول الله شب را چگونه صبح کردید؟ قال الامام علیه السلام اصبحت مطلوبا به 8 خصال. فرمود شب را در حالی صبح کردم که 8 طلبکار طلبهاشون را از من مطالبه می کردن. بعد حضرت این طلبکارها را می شمارد. منم عرض می کنم بعد ببینید همه ما این طلبکارها را داریم و غافلیم. الله تعالی یطلبنی بالفرائض. اولین طلبکار من خداست، طلب واجباتش را می کند. چقدر به خدا بدهکاریم، چقدر نماز صبح از ما فوت شد که نخوندیم. آیت الله خنساری علی الله مقامه در زمان حیاتش 3 بار نمازهای دوران عمرش رو احتیاطاً اعاده کرد. معلوم می شود موضوع نماز موضوع سنگینی است. شهید دستقیب رضوان الله علیه می نویسد فرزندی رجوع کرد برای پدرش 1 سال نماز خرید. پدر گفته بود 1 سال برام نماز بخری. خب پسر خوبی بود که به وصیت پدر عمل کرد. نوعا الان بچه ها به وصایا عمل نمی کنن. ثلث رم اگر بتوانن پاشو محکم نکرده باشی نمی دهند. میخوام براتون نمونه بگم. تو همین چند ماه اخیر چند نمونه داشتیم. ثروتمندانی که مردن و بچه ها به وصایا عمل نکردن و حتی وصی را راه ندادن وارد خانه بشود برای اینکه از اموال صورت بردارد. آقایی رو اجیر کرد 1 سال برای پدر من شما نماز بود. پس از مدتی جوان پدرش را خواب دید. بابا چطوری؟ گفت تو برزخ گرفتارم، لطف کردی پول دادی به این آقا برای من 1 سال نماز بخونه. تا حالا 6 روز بیشتر نخونده. این خیلی سر شلوغه بابا. برو بهش بگو یا بخونه یا پول رو بگیر فرد دیگری رو اجیر کن که ما گرفتاریم تو برزخ. آمد پیش اون آقای اجیر گفت نماز پدرم را خوندی 1 سال. گفت بذار دفترمو نگاه کنم. دفترشو نگاه کرد. گفت متاسفانه تا حالا 6 روز بیشتر از نماز پدرت را نخوندم. 17 رکعت نماز قضا بخوانی 12 دقیقه طول میکشد. خلاصه هم بخونی، نمیخواد خیلی سنگین بخونی. تسبیحات 4 هم 1 دونه بگی اشکالی ندارد. 17 دقیقه سنگین بخونی، 10 دقیقه 12 دقیقه سبک بخونی. یعنی ما حاضر نیستیم برای قیامت خودمون، برای برزخ خودمون 12 دقیقه وقت